چرا علما و شما در جهاد شرکت نمی کنید؟ امروز بزرگترین جهاد را علمای ربانی میکنند. اگر هزاران مادر طفل متولد بکنه مانند دکتر ایاز نیازی نخواهد شد مگر استاد عاطف در راه الله جان نداد به خاطر دعوت، به خاطر رساندن پیام الهی. عالم فضائل جهاد را بیان نکنه، من و شما چی میدانیم که بالاخره جهاد چی مقام و منزلت و جایگاهی داره؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز. خدا کنه که به هر موقعیتی که هستی در حفظ امان الله سبحانه و تعالی باشید. عزیزان من، در طی هفته که سپری شد دوستان عزیزی پیام دادن که چرا خود شما علما در جهاد شرکت نمی کنید در مسئله و قضیه فلسطین. اولا میخوام برای دوستانی که این موضوع را مطرح کردن و بیان کردم اینه که اول میایم انواع و اقسام جهاد را بررسی میکنیم. دین مبین اسلام که هست عزیزان و بزرگواران، تنها جهاد را در مسئله سلاح کشیدن و دفاع کردن از خود در مقابل دشمن نیست. خود جهاد چندین شاخه داره که از آن جمله یک جهاد با نفس هست. چون وقت برنامه ما کم است انشالله امید است که موضوع گفته بشه. یک جهاد با نفسه، یعنی انسان میتونه بعضی اوقات با نفس خود جهاد بکنه، مبارزه بکنه. بعضی اوقات ما با خانه نشستیم، منادی الله سر داده میشه، صدای اذان سر داده میشه، اینجا دیگه در مقابل نفس باید مقابله بشه، مجاهده بشه و مسلمان حرکت به طرف نماز بکنه که این خودی یک نوع جهاد هست. دوم، جهاد استادگی در برابر شیطان. هر زمانی که برادر مسلمان دستی و به طرف حرام رفت، بعد دست خور کشید، بعد گفت من از الله میترسم حرام نخورد، آن وقت و زمان میشه که این جهاد در راه الله کرده، مجاهدت کرده با شیطان. شیطان که معمولا انسانها را به طرف فحشا منکرات میکشانه، انسانها را به سوی بدیا سوق میده، ولی اینجا انسان در مقابل این باید چیکار بکنه؟ مبارزه بکنه، باید مجاهدت بکنه، باید جهاد بکنه. اگر انسان طرف یا خدای نخواسته رشوه دراز کردن و رشوه را به خاطر الله نگرفت و با شیطان مبارزه کرد، آن زمان انسان جهاد با شیطان کرده، با گمراهی هایی که شیطان برای انسان نشان میده. سوم عزیزان من، تلاش و کوشش در برابر افراد منافق صفت که این یک دیگری از انواع جهاد هست. چی؟ تلاش و کوشش در برابر افراد منافق صفت. در جامعه ما خیلی کسانی حضور دارند که وقتی سخن حق را بلند بکنند چوکی نا به خطر میشه، وظیفه نا به خطر میشه، به خطر مواجه میشن، حق را میپوشند. علمای ربانی میخواه که حق را ظاهر بکنند، حق را بیان بکنند. خیلی کسانی در نظام گذشته که به سرزمین ما حاکم بود خیلی از علمای خود را به دلار فروخته بودند، ولی علمایی بود که سخن حق را بیان میکرد، سخن حق را مطرح میکرد که این بزرگترین جهاد در مقابل منافقین و منافق صفت ها بود. عزیزان و بزرگواران، هر زمانی که سخن حق را بیان کردیم این بزرگترین جهاد هست، بزرگترین مبارزه هست. و دیگر عزیزان من، چهارم استادگی در برابر کفار و مشرکین. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان دستور میده که زمانی که بر علیه شما تجاوز کردن، دسترازی کردن، شما در مقابل آنها بجنگید و آنها را بکشید. وقتی میکشند بکشید. این دستور اسلام عزیز است عزیزان من. و دیگر پنجم، تلاش و مجاهدت در مقابل فاسقین به وسیله دعوت دادن. خیلی از علمای ما فعلا عزیزان و بزرگواران در راه دعوت بیترین جهاد را میکنند، مبارزه میکنند. و دیگر عزیزان و بزرگواران جهاد با قلم. خیلی انسانهای با قلم با علم خود جهاد میکنه. یک مسلمان یک کلاس صنفی برگزار میکنه، یک کلاس درسی، یک مسلمان دارالحفاظ برگزار میکنه، علاقات قرآنی، به خاطر خدا آنها را درس میده، از علم خود برای آنها به کار میگیره. یک برادر انگلیسی بلده، یک برادر کامپیوتر بلده، یک برادر چندین لسان او میفهمه و بالاخره
درس آن را خوانده و انگیزه درسی را داره، با جوانها همکاری میکنه، کلاس صنفی را برگزار میکنه، این بزرگترین جهاد هست، این بزرگترین خدمته. پس بنابراین عزیزان من، جهاد با مال خود که یک دیگری از شاخه های جهاده. در زمان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم خیلی کسانی بودند که اونها به جهاد شرکت نمی‌کردند، شرایط جهاد برایشان آماده نبود. از جمله پیرمردانی بودند که اونها به جهاد نمی‌رفتند ولی مال انگفتی داشتند، از مال خود در راه الله مصرف می‌کردند، از مال خود برای مجاهدین مصرف می‌کردند، از مال خود برای کسانی که در جهاد می‌رفتند امکانات و تجهیزات و اسلحه را برایشان فراهم می‌کردند. از جمله معلولینی بودند که آنها بالاخره رفته نمیتوانستند، از جمله کسانی بودند که اونها حافظ قرآن بودند. همون شرایط تقاضا میکرد که اینا وجود اینها لازم و ضروری بود که برای دیگران درس میآموختند، آنها را تعلیم میدادند. پس بنابراین عزیزان و بزرگواران، این یک دیگری از شاخه ها و مسائل جهاد هست. حالا نکته اینجا هست که برادر عزیز ما سوال کردند که چرا علما و شما در جهاد شرکت نمی‌کنید؟ یک نمونه میخوام برای برادر عزیز خود بیان بکنم که اینه که آیا فکر میکنید که علما در راه الله شهید نشدن؟ امروز بزرگترین جهاد را علمای ربانی میکنه، علمای ربانی، علمایی که به خاطر دین، به خاطر قرآن، به خاطر ارزش‌های اسلامی جان میده. مگر خود شما سراغ ندارید برادر عزیز من که میگوین علما چرا در جهاد نمیرن؟ از جمله نمونه از علمای مشهور بیان میکنم عزیزان من که پشت منبر در وقت ادای نماز جمعه جانی و تکه پاره میشه. دکتر ایاز نیازی نبود؟ اگر هزاران مادر طفل متولد بکنم مانند دکتر ایاز نیازی نخواهد شد. مگر استاد عاطف در راه الله جان نداد به خاطر دعوت، به خاطر رساندن پیام الهی؟ از جمله استاد حیات الدین صاحبی به خاطر دین در روز جمعه پشت منبر تکه و پاره نشد. از جمله مولانا مجیب الرحمن انصاری رحمت الله تعالی علیه، جوان دعوتگر، جوان مبارز، جوانی که 22 سال منبر و چوکی را بالاخره به این دنیا معامله نکرد، منبر را معامله نکرد، به خاطر دین چقدر مجاهدت کرد، توهین شد، تحقیر شد، چندین بار قصد جانیور کردن به خاطر سخن حق. آخر عزیزان من مقام شهادت نصیب شد. از جمله عارف جان مرادی، جوان دعوتگر، به خاطر اسلام، به خاطر قرآن، به خاطر دعوت جان خود فدای الله نکرد. عالم ما در راه الله شهید شده، امروز طفلش یتیم زندگی میکنه. هزاران عالم در کشورهای ما داریم که پشت میله های زندانه، فرزند و یتیم زندگی میکنه. از جمله مولانا عبدالحمیدی که در زاهدان رهبر اهل سنت هستند، در مقابل یک دولت داره مبارزه میکنه، داره بر رنج و مشقت سپری میکنه. مگر این جهاد نیست؟ امروز بزرگترین جهاد جهاد زبانه، جهاد لسانیه. امروز بزرگترین جهاد را علما میکنن. با والله العظیم قسم که یک ماه اگر علما خاموش باشند و پیام الهی را نرسانند، دنیا را، تمام دنیا را کفر میگیره. امروز از تاثیر دعاها و تبلیغات علمای عزیز ما هست که امروز جهاد در فلسطین جریان داره. برای تو برادر مسلمان، اگر من فضائل جهاد را بیان نکنم، عالم فضائل جهاد را بیان نکنه، من و شما چی میدانیم که بالاخره جهاد چی مقام و منزلت و جایگاهی داره؟ اگر ما بیاییم نام بگیریم، هزاران عالم فدای دین شدن، هزاران عالم از پشت منبر برده شدن، داخل زندان ها انداخته شدن، پشت میله های زندان جان دادن، به کوچه و بازار کشانده شدن. از جمله امام ابو حنیفه رحمه الله داخل زندان به خاطر حکومت ظالمی که هست پشت میله های زندان جان نمیده. امام احمد ابن حنبل که از جمله بزرگترین علما و ائمه اهل سنت هست، 80 سال سن داره، او را به هوای گرم 80 دره میزنند که او غلام قسم میخوره که از این دره ها یک برای اسب عربی بزنم، در جا خو میکنه و از بین میره. اینا همه به خاطر دین نبود، اینا به خاطر اسلام نبود، اینا همه عالم نبودن. این نمونه را برادر عزیز من بیان کردم. مولانا صاحب معصوم که اولین شهیدی که در زمانی که در هرات انتحاری شد،
و جان را به الله مقدر کرد و تسلیم کرد. از علمای مشهور نبود برادر عزیز. همین الان هم علما شهید میشن. همین الان علمای ما پشت میله های زندان هستند. همین الان طفل علمای ما که فقط به خاطر سخن حق بوده، به خاطر این که مسلمان ها رایاب بشن و کامیاب بشن، مگر امروز تکه و پاره نشدن. خود شما که سراغ اینها را دارید، الله میدانه که سرنوشت ما هم چی بشه. شاید مقام شهادت نصیب ما هم بشه. به والله العظیم قسم که شهادت آرزو هست. به والله العظیم قسم که از الله شهادت را طلب کردیم و جامعه ما نیاز به عالم داره، جامعه ما نیاز به دعوتگر داره، جامعه ما نیاز به کسانی داره که آنها سخن حق را برسانند. همین الان علمای ما کم خدمت میکنند، از طریق رسانه هست خدمت میکنند، از طریق فضای مجازی خدمت میکنند، از طریق قلم خدمت میکنند، از تمام عرصه ها وقتی که بررسی بکنین علمای عزیز ما همین الان عزیزان من خدمت نمیکنند. مگر شما بر رسانه ها و صفحات نمیبینید هزاران جوان از طریق دعوت علما هدایت شده که بزرگترین جهاد هست. امروز اگر ما بررسی بکنیم بزرگترین خدمت را برای جامعه اسلامی و انسانی علمای عزیز ما میکنند. امید است که برادر عزیز ما جواب این سوالی که بالاخره کردن بگیرن انشاءالله. علما از مرگ نمیترسند، علما از شهادت نمیرسند. علما آرزو علاقهشان اینه که به صحرای محشر آن خون مبارکشان به طرف عرش الله فقاره بکنه. این نعمت عظیم و بزرگ الله سبحانه و تعالی هست. پروردگار عالم برای همگی توفیق عمل بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.